طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مقامات به نزد همسایه‌های اسمت الله عبدالله زاده رئیس پیشین فرودگاه دوشنبه رفته از آنها درباره این مقامدار سابق پرسیدند. عبدالله زاده 2 می به دنبال برکناریش بازداشت شده بود. به گفته دو منبع آگاه، مقامات تفتیشاتی به محل زیست اسمت الله عبدالله زاده در ناحیه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه رفته از همسایه‌ها پرسیدند که درباره عملهای رئیس پیشین فرودگاه چی می‌دانند. به گفته یکی از همسایه‌های عبدالله زاده، آنها به مفتشان گفتند که خانواده اسمت الله عبدالله زاده با آنها رابطه چندان نزدیک نداشتند. یک شکایت همسایه‌ها به مفتشان این بود است که تا نیمه شب از خانه عبدالله زاده صدای بلندی موسیقی می آمد و آنها را ناراحت می کرد. نظر خانواده اسمت الله عبدالله زاده به این دعواها فعلا معلوم نیست. با گذشت یک هفته نه مقامات و نه خانواده عبدالله زاده درباره این قضیه صحبت نمی کنند. اسمت الله عبدالله زاده و معاونانش روز 2 می از مقام‌هایشان برکنار شدند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان در خبرنامه نوشت که اسمت الله عبدالله زاده و معاونانش در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی‌های جدی در فعالیتشان از وظیفه آزاد کرده شدند. مقامات از این بیشتر جزئیات ندادند، ولی بعضی پیوندان عبدالله زاده گفتند که او با از خود کردن 10 میلیون سامانه گمان زده است. اسمت الله عبدالله زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه دوشنبه بود.